چنین مشوره ها را امروز ما نداریم. نقش خودم میرفتن انالایز میکردن، جستجو میکردن. بوی جوی مولیان آید همین تیز خود صدا میکنی که یاد یار مهربان آید. اینمی فرهنگ شوتینگ کنفرانس گرفتن حالا بیخی از بین رفته، هیچ مودش نیست. برای لوازیک فیلم نساخته، در اون کمپانی ها بسیار کارهای دیگه صورت میگرفت که برخلاف فرهنگ سینما و فیلم بود. اینمی 13 سال مثلی که از فرهنگ بریدن، مثلی که برای وزیر اطلاعات و فرهنگ دیکته شد که برادر در فرهنگ اش تماس نگی، نه به بالندگیش، نه به پول دادنش، نه به حمایش، نه به پشتیبانیش، به هیچ چیزش دست نزد. و دیگه دولت مردا صدای ما تا رئیس جمهور برآمد، صدای ما تا معاون رئیس جمهور برآمد. رفتیم نشست ها داشتیم، هدایت ها برشان داده شد، ولی متاسفانه هیچ عمل نشد. بفهمین چرا؟ به خاطری که گفتن که آل ما وارد اقتصاد بازار آزاد شدیم. در این بازار آزاد برای فرهنگ جای نیست. فرهنگ واگذار کنین برای مردم، برای بازار. آن کدوم فرهنگ برای مردم و برای بازار واگذار کنی، خو اینمی فرهنگ بازاری دیگه روی کار میشه دیگه. تو دیگه چی توقع داری از فرهنگ ناب و فرهنگ بالنده و فرهنگ پیشرو و فرهنگ متعالی؟ حالا ما اینجا در کشور خود به نام موینیت فرهنگی داریم. موینیت یه باید پیشکش بکنه از یک ورای دیگه، از یک بودجه عادی اگر نیست، از بودجه انکشافی فکر کنن سرش. باید این فیلم برای دیگه کشورها فیلم‌های مشترک ساخته شود. مؤسسات یکی به دیگه فیلم‌های مشترک بسازه. فقط خودت به اصطلاح همین تواضع را داشته باشیم که یک کارگردانی دو کارگردانی یک اثر میسازه، دو مؤسسه یک اثر میسازه. برای که تاثیرگذاری سینما را میدانه که برای روحی، روانی، سایکولوژی، جامعه و پل ارتباط میشه با دیگه کشورها. اینی را که ما بفهمیم، اینی را که سرش واقعا بگذاریم، اینی را که احترام بکنیم، اینی را که از خودگذری بکنیم. وقتی آب از بالا خطه ما داد زدیم 10-12-13 سال. و ما نمیفهمم که امی 13 ساله اینا به پیشگاه تاریخ، به پیشگاه مردم، به پیشگاه جهان اینو چی دفاع خود داشتن که ما برای رسی فرهنگ چی کردیم؟ آقای وزیر اطلاعات و فرهنگ ساده میشه میگه که در کنفرانس پاریس 0.003% برای فرهنگ معاونت صورت میگیره. خوی چی رقم دولت است که نمیتونه از پیکر بزرگ عظیم فرهنگ و برای بالندگی ازی و برای ساختار ازی تو دفاع کرده نتونی که 0.003% کجای زیره میگیره؟ پس رهبری دولت جواب که با وزارت مالیه خود که اصلا به نام هنر و فرهنگ در مجموع شهر هنر میگم، فرهنگ میگم، قلمستان میگم، به نام از جا نه یک تخصیص کوچک نداره. سابقا میپریم تخصیص برای افغانستان. وقتی من میگم 5 کارگردان ببرم برای ساحه شوتینگ و فیلمبرداری میره، دستوشان میدی که انسان ها بود دیگه با موترهای خود، با بایسکل خود، با موترسیکل خود با شوق میرفتن. دولت سرمایه‌گذاری میکرد. نواز صاحب، دو داغ بسیار بزرگ در دل ما مانده. اجازه بده که برای خودت این موضوع را بگویم. یکی که فیلم مولانا را ما شروع کردیم، با چی ذوق و با چی شوق و با چی دیکورهایی که خدا شاهد است امیال دیکورهای جمع بین افغان فیلم زنده هست و عکاسای بیرون خارجی میاین و از او عکاسی میکنن. میگه چرا این عظمت این پدیده را شما نادیده گرفتین، دولت مردایتان نادیده گرفتن و چرا شما این اثر خلاص نکردید در حالی که 30% از اون ما پیش برده بودیم. ببینید که چقدر دستای بیرونی کار میکنه برای زدن فرهنگ، به خاطری که مولانا باز یک فرهنگ دیگر زنده میساخت، باز یک معنویت در مردم زنده میساخت، ولی میره نخواستن. هیچ کس هم حاضر نشد که جا سوال بکنه که چرا جان بیادر خود، برای چی؟ و دیگه فیلم بزرگ سلطان محمود غزنوی را که امو دستنویسه که خود وزیر اطلاعات و فرهنگ در او اصلاحات آورده بود که این یاره حتی نامش خودش تغییر داده بود و جناب مارشال داود $2 میلیون همطور در این مجلس برش نوشته کرد که بتین که فیلم بزرگ، فیلم ماندگار افغانستان است. اما حاضر نشدن
و یک کسی که دیسان شده بود از امریکا آمده بود و در کرسی فرهنگ افغانستان شده بود، مرا گفت کارتونی از زیر جور کن. والا ما گفتم که امی آقا جان، برای شما گفتم آقا جان، تو که از اونجا آمدی عظمت سلطان محمود در تاریخ افغانستان یک دفعه مطالعه بکن. او کاردستی نیست که من کارتونی از او را بسازم. او یک عظمت است، او لشکرکشی ها داره، او یک اندیشه داره، او ترویج کننده دین اسلام است. تو او را مرمه میگه که کارتونی بساز، اون کارتونی را خودت بساز دیگه. ما یک پیشنهاد کردیم چند سال پیش که بر ریاست افغانستان باید پول داده شد. این کار من بسیار ممد بودم. پول داده شد که حداقل ما 3 دانه فیلم بسازیم در یک سال. وزیر مالی وقت روشته کرد ما بر اشیاء تجملی پول ندادیم. این فیلم اشیاء تجملی از اینا هیچ کس پرسان نکرد. من نمیفهم که آیا در حکومت‌های سابق همی بود که یک وزیر خلاص میشد یا یک سفیر بود یا یک معین بود، ازشون پرسان میشد که برادر بی کار کرده تو در وزارت چی است؟ ابی تو چی از خود به جا گذاشتی در اینجا؟ کو که دست آورده؟ اما اینا میاین میخورن میپوشن میبرن، ولی کسی نیست که از اینا پرسان بکنه که خب برادر اینقدر پول دولت اینقدر پول ملت مصرف شد، حالا تو میتونی بازدهی بیتی برای ما که تو کار تو چی بود؟ اونطوری که باید سینما را دولت افغانستان با این پولی که سرازیر شد در افغانستان، این میلیاردها دلاری که سرازیر شد، اگر 0.0005% زیر وقف فرهنگ افغانستان یا هنر افغانستان میکردن، این دهه طلایی‌تر میشد. این گپایی رو که زدیم این نیست که دیگه هیچ راه نجاتی وجود نداره. چرا؟ ما برنامه‌های خود، پلان‌های کاری خود به کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به دولت دادیم. دولت باید دستش تصمیم میگیره چی کنیم؟ سینما رو بسته کنیم؟ فرهنگ دروازه‌اش بسته کنیم؟ نه، ما در تلاش خود هستیم، ما کار خود میکنیم. ما امیالم با تمام نیرو با فیلمسازایی که چه در داخل و چه در خارج است کار میکنیم. اونا فیلم های خود میسازن. ای که ما تولید شخصی خود نداریم، این علیده گپ است. این مسئله دولت است که بودجه بالاخره برای امسال اگر نشد برای سال بعدی، چون باید بودجه پیش از پیش تقاضا شود، که غفلت شد در پارسال. وزارت اطلاعات و فرهنگ بودجه برای فیلمسازی پیشنهاد نکرد، در حالی که ما پیشنهاد کردیم. گناه برداشتی بود از امو جامعه نیمه فیودالی امو وقت. تصادف عجیبی بود که یک روز ماما جان گورن دست سلام سنگی را گرفته آمد به دفتر من طرف مویای سلام سنگی سعی کردم، طرف چشمایش سعی کردم، همون چشمای مقبول عقاب مانندش مثل که مرا خرید یا مثل که مرا زیر تاثیر خدا آورد. مویای تاشانه انداخته، رژیم جوانیش، رشیدیش و سکوتش و نگاه‌های بسیار نافذش مرا گرویده خود ساخت. من گناه را برای تصویر ظاهری سلام سنگی آفریدم. بالاخره سلام سنگی بازی را آغاز کرد و اینطور جا افتاد که از تصور خودم هم خارج بود بیخی. یعنی همون نقشی که برای سلام سنگی سپرده شد فکر میکردیم که واقعا این بر سلام سنگی ساخته شد و این واقعا سلام سنگی است. در سلام سنگی اون شخصیت بازی میکرد. سلام سنگی بالاتر از اون شخصیت ذاتی خودش بود که داشت، ولی اون پیشی که هیچ وقت من دوبار سرش تکرار نکردم. ولی ما و سلام سنگی یک خاصیت داشتیم که دستش میگرفتم، از سر صد دور میرفتیم، برش میگفتم سلام، ما چیز تازه و فرش میخوایم از پیشت و توی رو داده میتونی فکر کو سرش. خب ما شاید توضیح میکردم، تشریح میکردم و سلام سنگی با تفکر خود بیرون میرفت و بعد از یک چند دقیقه پس می آمد میگم حاضر هستم شاید تا میتونی بگیری.
او با حفظ امو دیالوگا و با حفظ امو فضاسازی و با حفظ امو شخصیت و کرکتر این دوباره می آمد و اعلام میکرد نقش خود. بالاتر از تصور ما بود، به خدا باور بکنید بالاتر از تصور ما بود. ولی فیلم وقتی که بسته شد دیده شد که سلام سنگی وقتی که در او قالب است، در او قالب یک ابرمرد شده، در او قالب یک ابر شخصیت شده، واقعا همه کرکترها را به اصطلاح تحت تاثیر خود قرار داده. اینجا پیساب قانون داره، زور قانون است. یعنی شما باور بکنین که زمین و زمان او وقت سلام سنگی میگفت. خدا شاید است آقا صاحب وقتی که این باز دوباره فیلم صبور سرباز بازی کرد و نقش یک قماندان بازی کرد و خدا بیامرزه رئیس کمیته رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی آقای حیدر مسعود در اون زمان مثل دینی افغان فیلم استارت شد، گفت انجینیر صاحب ما سالهای پیش یک ابو مسلم خراسانی داشتیم، تو دوباره ابو مسلم خراسانی را زنده کردی، چه رقمی بچه بازی کردن؟ من گفتم والا یک استعداد خداداد است، همین رقم نقش بود که بازی کرد. اینال دلتون که شما ابو مسلم خراسانی میمانین نامشه یا توره عیار میمانین نامشه؟ با توجه به اینکه ابزار تکنیکی بسیار پیشرفته و از لحاظ کیفی از لحاظ تصویر خیلی عالی شده، متاسفانه سینما وسیله استفاده یک تعداد افراد قرار گرفته که اونها سینما را نمیدانند. مثلا فیلم ساختن، ما برشان میگیم که فیلم شما در کدام مکتب است، اون میگه برادر من مکتبش نمیفهم، من این فیلم ساختیم آوردیم، باید فیلم برای شما ببینین و ارزیابی بکنین. یا ما مثلا میگیم که شات چی معنا همی که کامرا حرکت کرده همینجا رفتی با هنرپیشه و پس آمده از پیش پرسان میکنن وقتی که ارزیابی میکنن برای افغان فیلم پیانم که من شامل همون حیات هستم، یکی از حیات هستم، پرسان میکنیم میگه که یادم من شاتش نمیفهم دیگه، من این شاتش چی معنا داره. مشکل کار در می است که آل هر کس خود قهرمان فکر میکنه و میگه که من هیچ کمتر نیستم از دیگرها، هیچ کمتر نیستم و وقتی که ساختم باز فهمیده میشه. اینال وقتی که این میسازه و خود در بوته آزمایش قرار میده میبینه که مورد پذیرش زیاد قرار نمیگیره، اون وقت است میفهمه که نیوالا کارم بسیار ضعف‌های لازم خود داره و او فیلم خودش برای خود میسازه نه برای مردم. بس است که اگر قرار باشه که ما یک کامری دیجیتال بگیریم و یک 4-5 نفر جمع بکنیم و بگوییم که مثلا اکشن کرد زمانی که مثلا فیلم پرتیم و این در به هیچ وجه با معیارهای سینمایی برابر نباشه، مطمئنا ما وقت خود ضایع کردیم و کسی این نمیبینه، به خاطر اینکه در مقابل ما فیلم های بسیار قوی مثلا از کشورهای دیگه است و فعلا بیننده ما بسیار، ما پیشتر براتون اشاره کردم، بیننده بسیار آگاه هست. زمانی که با تکنولوژی پیشرفته جهان ببینه، این تکنولوژی که بسیار پیش پا افتاده هست، مطمئنا برش یک مقدار غیر قابل پذیرش می باشه. بحث دومی است که اگر قرار باشه که حتی دولت هم شرایط مساعد بسازه و با تکنولوژی که مثلا وجود داره این موضوع فیلم ساخته شد، من مطمئن هستم اگر قرار باشه که فیلمسازای بسیار خوب ما را که ما امیال داریم اکثریتشون بیکار هستن، اکثریتشون اونا توانایی بسیار خوبی را در ساختن فیلم دارن، اگر شرایط برشون مساعد ساخته شود اینا مطمئن هستم که اینا کارهای بسیار خوبی را انجام میدن و رقابت در بازار جهان واقعا کار دشوار هست. حالا اصلا مشکل در اینجاست که هر کس که فیلم جور میکنه، کارگردان، نویسنده، ادیتور، همه کار یک نفر است. زمانی که یک نفر همه کارا باشه، چه قسم فیلم با کیفیت باشه، دیگه چه قسم بیننده از فیلم لذت بره. زمانی که خودم در نقش باشم، من چه قسم دایرکت بکنم. حالا با توجه به اینکه کتاب وجود داره، رسانه ها وجود داره، اینترنت وجود داره، فیسبوک ها و مثلا اینا وجود داره، همه چیز سهل هست. میتونن که دوستایی که به فیلم و سینما علاقه‌مند هستن و آمدن، هر از گاهی میتونن که باز کنن، بخوانن و خود برسونن. متاسفانه که از اینا این توقع نمیره و همین خاطر است که امو فیلمنامه غلط، بازیگر غلط، کارگردان غلط، همه غلط. وقتی که همه سردرگم هستن و چیزی را نمیدونن، چطور از او توقع داشته باشیم که یک چیز خوب بار بیاید؟ سینما کار یک نفر نیست،
که به یک نفر تمام کار بکنه. هر کس باید در بخش خود کار بکنه. حالا من یک هنرپیشه هستم، من نمیخوایم که در فیلم همیشه هم دایرکت بکنم، هم هنرپیشه باشم، هم ادیت بکنم. من هنرپیشه هستم، فیلم که جور میکنم، یک دایرکتر انتخاب میکنم که دایرکتری که کارهای عالی کرده باشه و دایرکتر عالی باشه. مثلا دایرکت میکنم، مجبور هستم پیسه مصرف بکنم. دوستای ما تمامشان نمیگم، تقریبا 50% از خاطر که پول مصرف نشه در 50,000 یک لک افغانی فیلم تهیه میکنن. همه کار خودش است، نام خودشان بد میشه، نام سینما افغانستان هم بد میکنن. هیچ ضروری نیست که اونا یک فیلم تهیه بکنن. 5 کمپانی 6 کمپانی یک جا شوند، یک فیلم بسازن به نام افغانستان، نه به نام خود. اگه به نام خود بسازه، هم خود بدنام میسازه، هم سینما افغانستان. سابق که بود یکی خو امی ذهن کارگردان هنرپیشه آرام بود. امروز ذهن هنرپیشه یا کارگردان آرام نیست. وقتی که ذهن آرام نباشه نمیتونه کار عالی داشته باشه. در گذشته روابط صمیمانه تر بوده، روابط بیالایش تر بوده، گرایش های سیاسی، مذهبی، قومی همش محدود بوده، ولی امروز گرایش های مختلف است. ببینید با گونه مثال او زمان اگر انجینیر صاحب لطیف، صدیق برمک، سید رکزی یا بزرگای سینمایی که امروز ما داریم و خداوند نمیشه بالای سر ما داشته باششان، اینا میششتن او قدر متفاوت نبود افکارشان، همه گرد یک موضوع میچرخیدن. ولی امروز چنین نیست. امروز پرودکشن های شخصی بسیار زیاد ساخته شده، شرایط زندگی انسان ها تغییر کرده، تکنولوژی تغییر کرده و همزمان تراکم مفکوره افغانستان چنانه که در دیگه بخش ها خراب کرده، در بخش سینمایی هم بسیار ضربه محکم زده. حال ما غرق هستیم در یک دریا، ضرورت به این داریم که چه رقم خود به ساحل برسانیم. وقتی که غواص آوازی خوب نداشته باشه غرق میشه. چیزی را که نداریم، ما اساس درست برای فیلمسازی نداریم. یعنی یک انستیتوت منظم فیلمسازی که تعلیم تربیت کنه فیلمسازا را، مردم، کسایی که علاقه‌مند هستن نداریم. با یک پانتون کابل که در اون یک بخش بسیار کوچک، اونا نمیتونن که برای 30 میلیون بیننده کافی اشخاص فنی را تربیت کنن. قادر طاهری خدا کنه که بشنوه، همه مردم بفهمن. قادر طاهری برادر ما هست. اگه برادر همدنی از یک پدر و مادر نیستیم، ولی ظاهرا ما به اندازه صمیمی و دوست هستیم از عمق قلب. 40 سال شد که دوستی ما به اندازه سر سوزن خدشه دار نشده. قادر طاهری با حوصله مکم دید. فیلم هایی که از قادر طاهری ما دیدیم که اونا فیلم برداری کردن، زیادتر کارهایشان با انجینیر صاحب لطیف بوده. شادبندی ها و دید زیبایی شناسی در اون زمان، و ما شخصا مقلد دید زیبایی شناسی قادر طاهری در قسمت فیلمسازی و فیلم برداری است. قادر طاهری از جمله فیلمبردارانی که تانست به مدت کوتاه با معراج امور فیلمبرداری برسه قادر طاهری است. قادر جان کوشش میکرد که بدون شوتینگ اسکریپت فیلمبرداری نکنه و زیاد که کارگردان جا را بحث میکرد روی مسائل تعیین شات و نحوه نورپردازی و کوشش میکرد که فیلم خود بسیار دقیق انتخاب بکنه و هیچ وقت فیلمبرداری خود سطحی نمیگذاشت. اول قادر جان قبول نمیکرد، میگفت من فیلم بردار نیستم، من نمیتونم که فیلم برداری کردم، من عید دستم به فیلم برداری نمیدارم. خودت میفهمی و کارت میفهم، فیلم برداریت میفهم. گفتم نه قادر جان، اینطور نمیشه. تو در پالوی مستی و تو فیلم بردار میشی.
دیدم که بسیار زیاد اصرار کرد که من نمیکنم فیلم برداری. نمی جلال آباد هستیم، گفتم قادر، گفته این ترایپات میبینی؟ گفته این ترایپات چوبیست و بسیار گرنگ. سیز. گفتم اینمی را میبردارم، زورم دارم. گفتم اما قدمی کمرت بزنم تا خودت بگویی بس ساینال فیلم برداری میکنم. او کار میکنی یا فیلم برداری میکنی؟ گفت که به شرطی که در پولین باشی من فیلم برداری میکنم. سینما برای دیگه کارا اجاره داده میشه. سینما قصداً خراب نگهداری میشه که او را به بلند منزلا برای کس پولدارا بفروشن و بلند منزلا جور کنن. ما بسیار جنجال داریم. مبارزه ما با روشنفکر هستن، روشنفکرایی که آمدن برای خرابی این مملکت، به خوبی این مملکت نامدن، آمدن که جیبای خود پر کنن و از این ملک پس برن. شهرداری کابل دیگه کدام وظیفه نداره. من هیچ نمیفهم که چرا وزارت زنها تا امروز سینمایی که مخصوص برای فیلم دیدن جور شده و طالبا یگانه سینمایی که در افغانستان در دادن سینمای زینب بود، او را در غصب خود گرفته و در اونجا ورکشاپ ها و سیمینارهای خود دایر میکنه. فقط ما منتظر یک پرده سینمایی عالی هستیم که حداقل سینما با مدیریت خوب، سینما با نظافت خوب و سینما با فرهنگ خوب ایجاد شود. یک تجار یک سینما بسازه، بیننده های سینمای ما روز به روز افزوده میشه و فیلم های ما در خورد بیننده زمانی قرار گرفت نقد میشه. نقد شد، نقد همیشه وقت در زندگی یک هنرمند سازنده است. نقد را رایج بسازیم، ارزش ها را رایج بسازیم. گپ ما را با مسئولین بالا، با پارلمان که تمام روز یک سردگی خود زده میره، هنر پارلمانی یا فرهنگ پارلمانی نمیتونه است. گزینه ها چگونه از انتخاب شد، حق و مثلا مسائل قضایی چگونه بررسی شد. این میتونه سینما کمک کنه، میتونه سینما را که دولت کمک کنه، سینما میتونه دولت هم کمک بکنه، حاکمیت هم میتونه کمک بکنه، راه را برش باز بکنه. ولی خب با تاسف که همه چیز در بوده های گروهی و سلیقه‌ای خود و سیمبولیک است، فقط برای نمایش بس. بعد سینما گدام جور شده، سینمای دولتی را به کرایه دادن گدام هاست. دیگه چه قسم ما فیلم بسازیم و در سینما نمایش بدیم؟ سال نو سینماست. سال نو سینمای ما به بانی فیلم کرایه داده میشه برای تلویزیون ها. وقتی که یک هفته در یک سینما فیلم نشان داده نشه یا 2 هفته، بیننده دیگه جرأت نمیکنه که در موتر خود بشینه یا به فلان سینما میرم فیلم سر میکنه. برای اینکه او سینما برای درآمد شهرواری کابل باید برنامه‌های تلویزیونی را فیلم برداری کنه که اینمی و اگر توجهی صورت نگیره، مثل که گذشته ها تا و الی حال چندین بار سینمای افغانستان تولد شده، در مندرسا خونسا شده، یا بار تولد شده در غنداق کشتندش و یا تولد شده 5 ساله بوده از بین بردندش، مثل که دهه 60 بود. و حالی هم که نو تولد شده، امیدوار هستم که این طفل بپروران، پرورش بتن و سرمنزل مقصود برسانند تا این بتانه منزل خدمت در سیر فرهنگ و تاریخ افغانستان باشد. اگر ما با گذشته و حال ما اگر تصمیم بکنیم، من فکر میکنم که با همین طرز تفکرات سینمای افغانستان در حالی از تاریکی و در حالی از گرد و غبار فرو خواهد رفت و آینده خوبی رو ما برش پیش بینی نمیکنیم. راه بیرون رفت از این بسیار آسان است، به شرطی که دولت بتانه که پشتیبان فرهنگ و هنر شود. ما برای زیاد سالها گفتیم آقا صاحب که یک دفعه رویتان دور بتین پشتتان اما نگاه بکنین، یک دفعه برین به دهه 60. امونانی که شما امروز محکوم میکنین به نام کمونیست و به نام قطاع طریق و به نام نمیفهمم چی و چی و چی و چی، امونا رو سعی کنین که بر بالندگی هنر چی میکردن، اونو برای خود نکردن، برای مردم افغانستان کردن. تا امروز مردم افغانستان در این راستا دعایشان میکنن. حال هم میتونه که دولت با اندک توجه به فرهنگ بالندگی در افغانستان و به خصوصی که رشته ما و شماست یا راه ما و شماست که سینما هست. ببین آقا صاحب، اگر یک شورای عالی سینما ساخته شود
دولت امو صلاحیت های لازمه برای شورای عالی سینما بده. این شورای عالی سینما مسئولیت سینمای امروز و آینده افغانستان به عهده بگیره، لوایح و مقررات لازمی را برای فیلم سازی، چون که جهان دیگه داره، کشورهای دیگه داره، کشورهای منطقه داره، اگر اینا بسازن و آگاهی بدن برای سینماگرای ما و برشان زمینه ساز ازی شود که از بیرون بیاین، لکچرها داده شود، صحبتها شود، سمینارها داده شود، امتحانها گرفته شود، سر از ناسره جدا شود. اینی گپا و سخنا من فکر میکنم که سینمای ما را بسیار خوب سمت و سو میده. هنر هفتم هنوز در جامعه ما و در بین خانواده های ما غریب است. برای از اینکه از این غربت و بیرون بیاوریمش همت همه را می طلبد. برای آنان که با اندیشه دگم به این صنعت و هنر می نگرند باز بکنند و تشریح بدهند تا از این غربت بدر آید. تا دیدار بعد، بدرود.